سرآغاز سخن رسم قدیم است که بسم الله الرحمن الرحیم است. سال اگر کهنه است یا نو، چون رود دیگر نیاید. نخل چون اسب آفتد، سایه اش بر سر نیاید. کهنه هرگز نو نگردد، رفته هرگز باز نیاید. غزنویان عزیز، امروز 29 روزه مصادف است با 9 حمل، روز شنبه. خواستم گزارشی کوتاه داشته باشم از شهر و دیار غزنه و این همه هیجان‌های مردم که با این روزه مبارک در دهان دارند برای عید و تجلیل هرچی بهتر از مراسم دینی و امر الهی می‌کوشند تا تجلی و درخشش عید بهتر نمایان گردد. غزنویان و غزنه دیار متدین و متمدن و در اصل یک جغرافیایی که همیشه کوشا است و جهان رول و هنرنمایی یک افغانستانی کوچک را بازی کند، از امنیت و خاطر سراسری لذت میبرند. این خطه نظر به زمان قبلی واقعا امنیت باور نکردنی دارد. مردم با خاطر جمع و امنیت سراسری تجمعات و از یک فضای کاملا برادری و اخوت که همانا گفته و امر مکتب اسلام است لذت میبرند. برادران برای خواهران خود میخواهند فضایی که دیگر در آن خلل نباشد ایجاد کنند. مادران و خواهران برای اعضای فامیل هایشان اجناس مورد ضرورت آماده می کنند. دکانداران برای غزنویان می کوشند تا بهترین اجناس آماده کنند. اطفال با شور و شوق واقعا بی خبر از وضعیت مالی والدین و توکل به الله پیش می روند. علما هم از اهمیت عید و فراهمسازی معلومات موثق می پردازند و حکومت همیشه کوشا بوده است تا امنیت مورد نظر و بهترین امنیت را برای غزنویان فراهم بسازد. تشکر. تشکر از بازدید صفحه غزنویان همه یک جا سقف اخوت. لایک و کامنت، سابسکرایب و اشتراک زر را فراموش نکنید.